حالا میخوام یکی از دردهای بزرگ روانی که خیلی وقتها ممکنه رخ بده توی خیلی از موقعیت‌ها رو بهتون بگم. سلام، امیدوارم که حال همتون عالی باشه. یه روز فوق العاده خوب و شروع کرده باشین و اتفاقای خیلی خوب واسه خودتون رقم بزنین. بچه دقیقاً الان ساعت 6 و تقریبا 10 دقیقه داره میشه و من تا الان بیدارم چون که میخواستم این محتوا رو تولید کنم که امیدوارم که بهترین محتوا بشه و بتونین ازش خوب استفاده کنید. دلیل اینکه من دارم با هندزفری باهاتون صحبت میکنم اینه که میکروفونمو گم کردم و تنها راهی که میتونستم بیام و صدام خوب بشه هندزفری بود. بریم سر موضوع خودمون. راجع به اینکه ما توی زندگیمون درد میکشیم میخوایم صحبت کنیم. درد کشیدن تو زندگی گاهی اوقات ما رو کلافه میکنه و اذیتمون میکنه. دقیقاً زمانی که یک عزیزی رو از دست میدیم که خیلی دوستش داشتیم و فوت میکنه رو از دست دادیم درد میکشیم. وقتی که یک کاری که خیلی دوستش داشتیم و کلی براش برنامه‌ریزی کردیم و شروع میکنیم و شکست میخوریم درد میکشیم. زمانی که یه رابطه ای رو با کلی عشق و دوست داشتن و علاقه شروع میکنی و یه جایی پایان میرسه درد میکشی. میخوام بگم که دقیقاً اینجای زندگی متوجه میشی که زندگی سراسر درده و سراسر پر از چالشه و تمام اینها باعث میشه که تو رشد کنی و اگر که توی زندگی درد نکشی انگار که اصلا زندگی نمی کنی. ما توی زندگیمون درد میکشیم و قرار نیست این درد به پایان برسه. یعنی اصلا برای ما نقطه‌ای رو مشخص نکردن که بگن تا این نقطه درد میکشی وقتی به این نقطه رسیدی همه چیز تمام میشه. نه اصلا همچین چیزی نیست. این بخش از زندگی ما به شدت بخش تاثیرگذاریه توی زندگی. نمیتونیم انکارش کنیم، نمیتونیم ازش فرار کنیم، نمیتونیم نادیدش بگیریم، نمیتونیم ازش اجتناب کنیم. باید بدونی تا ابد کنارمونه و اصلا اون غمه، اون ناراحتی، اون درد، خنده، شادی، همه اینها در کنار هم معنا به زندگیمون میبخشن و اگر که یکی از اینها نباشه ما معنی اون یکی رو نمیتونیم درک کنیم. ببین این پارت از زندگیمون کلا هم شفابخش و کمک کننده است که مسیر زندگیمون رو میتونه روشن کنه، مثل یه نور خیلی زیبا. همین که دردناک و ناراحت کننده است، اون قسمت از وجودمون درد میگیره، اون قسمت از وجودمون ناراحت میشه بابت این دردهایی که ما متحمل میشیم. اما یک چیز دیگه این وسط وجود داره. هیچ چیزی در این دنیا نمیتونه تضمین کنه زندگی ما رو. اون شادیه، اون خوشیه، اون آرامشه رو نمیتونه تضمین کنه که همیشه هست و از اون برم نمیتونه تضمین کنه که اون ناراحتیه، اون غمه، اون اندوه همیشه هست. یعنی همه چیز در زندگی ما وجود داره و هر چیزی با وجود اون یکی معنا پیدا میکنه. اون ناراحتی، غم، اندوه، شادی، خوشی، حال خوب، آرامش در کنار هم یک بالانسی رو در زندگی ما ایجاد میکنن. همین الان به ساعتت نگاه کن، ببین هر دقیقه و هر ثانیه‌ای که میگذره به اون دردهات و چالش‌هایی که داری اضافه میشه. چرا؟ چون تو یک انسان زنده‌ای، چون تو داری زندگی میکنی، چون تصمیم‌های مهم برای زندگی میگیری، چون هدف داری. خب حالا میخوام یکی از دردهای بزرگ روانی که خیلی وقتها ممکنه رخ بده توی خیلی از موقعیت‌ها رو بهتون بگم. اضطراب. زمانی که شما میخواین یه کار بزرگ و عظیمی انجام بدین یا یه قدم بزرگ برداری تجربهش میکنین. دقیقاً درس اول رو توی این نقطه باید یاد بگیری که مواجهه شما با درد و چالش هایی که دارین، نه مواجهتون با موفقیت. حالا من یه سوال ازت دارم. اگر تو بخوای موفق بشی توی هر حیطه‌ای که دوستش داری، بهش علاقه داری و داری براش تلاش میکنی، اون حیطه درسیت، کاریت، ورزشت، رابطت، هر چیزی، اولین چیزی که باید یاد بگیری چیه؟ شکست. باید شکست خوردن رو یاد بگیری، چون که اصالتا زندگی ما با درد شروع میشه. ما آدما خیلی وقتا تو جنگیم، یعنی در حال جنگیدنیم برای به پایان رسوندن، برای به پایان رسوندن غم، ناراحتی، ناامیدی، سوگ، استرس، اضطراب و خیلی چیزهای دیگه. اما در نهایت باید بپذیریم که فقط یک راه وجود داره، پذیرش. اینکه بپذیریم همه اینها جزوی از زندگی و ماهیت زندگیه و ما نمیتونیم اونو تغییر بدیم. هیچ راه رهایی براش وجود نداره. یه دقیقه بیا، من این متن رو باید از رو برات بخونم، اینقدر که جذاب و زیباست. در نهایت موفقیت و پیروز شدن بدون تجربه درد و شکست یه انتظار غیر واقعیه که ما داریم. پس برای موفق شدن باید یاد بگیریم با دردها مواجه بشیم، روبرو بشیم، چون فقط و فقط در این صورت معنای واقعی شکست رو میفهمیم و درکش میکنیم.
این متن رو من خیلی خیلی دوستش دارم و انگار یه جورایی ما رو به خودمون میاره که بفهمیم دور اطرافمون چه خبره، که بفهمیم زندگی هیچ وقت اونجوری که من و تو دوست داریم پیش نمیره. زندگی یک چیزایی داره که ما باید درکش کنیم، ازش درس بگیریم و توی کوله بارمون قرارش بدیم و بریم جلو، بریم به سمت ناشناخته ها. حالا من یه سوال ازت دارم، تو چی انتخاب میکنی؟ تو انتخاب میکنی که فرار کنی از این درد یا بپذیریش و به زندگی ادامه بدی؟ برام حتما بنویس. امیدوارم که این ویدیو هم خیلی به دردتون خورده باشه و تمام تلاشمو میکنم توی ویدیوهای بعدی راجع به مسائلی صحبت کنم که توی روزمره و توی زندگی جزو چالشامونه و باهاش کلی دست و پنجه نرم میکنیم. امیدوارم که نهایت لذت رو برده باشین. لایک کنید، سابسکرایب کنید و خدا نگهدار تا ویدیو بعدی.